پادشاه هم همین 2 ساعت پیش اومد پیام داد که این جنگ ما نیست. بیشترش هم گفت گرگان و شغالان رو به حال هم رها کنید تا هم دیگر رو بدرن. پس ما میدونیم، پادشاه ما هم خیلی خوب میدونه. اما پادشاه چی گفت؟ این آزادی و این براندازی به دست شما انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی اینها بخوان پوسندازی کنن، این جنگ به براندازی نخواهد رسید. آقا پادشاه آمد کدو داد. همون چیزهایی که ما سالها داریم فریاد میزنیم و امروز هم داریم فریادشو میزنیم، پادشاه آمد در 1 دقیقه و 23 ثانیه کدو داد. گفت این براندازی به دست شما مردم انجام میشه، نه با این جنگی که اینها راه انداختن، با این دو دوزه بازی ها. پس و الان هم بهترین فرصت. کاملا درسته. حالا ما بایستی چی کار کنیم؟ ما که آگاهی نسبت به همه این مسائل داریم، در این شرایط حساس با اون زاویه نگاهی که براتون توضیح دادم، ما میبایست چگونه با مسائل برخورد بکنیم؟ موضع‌گیریمون میبایست چه باشد و چگونه در بستر مبارزه سخن بگیم، بنویسیم تا ما به اهداف خودمون برسیم. یعنی از این جنگ بین کفداران و شغالان سامی که مأمور عامل دست نشاندهشون که از سال 57 همین این کثافت‌ها بر کشور ما مستولی کردن، حاکم کردن، در ضعیفترین حالت و تنش قرار گرفته، حتی با توجه به اینکه ما میدونیم همه اینها سیاه‌بازی هستا. خوب دقت کنید دوستان. ولی تزلزل درش به وجود اومده و جهان آری از شرافت و اخلاقی که به جان هم افتاده برای تیکه و پاره کردن. چون این ابراهیمیت درسته که هرگاه اسم ایران و ایران شهر میاد وسط، اینا شاخکاشون تکون میخوره و همشون با هم پیمان و هم حضور میشن برای نابودی ایران زمین، اما بین خودشون هم یک سری درگیری ها بر سر قدرت های مضاعف و زیاده خواهی ها وجود داره. ما به همه این مسائل آگاهی داریم. ما آریاییان با جان خردمون کاملا ژئوپلیتیک منطقه و جهان رو میشناسیم، مثل کف دستمون میشناسیم و میدونیم چه اتفاقاتی میونه. بیدلیل هم نیستش که شرایط رو همیشه پیشتر اومدیم عنوان کردیم. این هم نشانیش. اتفاقات پیش از اینکه رخ بده اومدیم عنوان کردیم. الان میدونیم شما میخوایم به کجا برسیم. یک بخشش رو که البته مهمترین بخشش هم هست عنوان کردیم. کودهایی که به فوزه دادید، بحث پوسندازی و سرخرای این پروژه رو اومدین درو کردین، مثلا که اینا همشون آنوسی هن، یعنی در واقع فراریشون دادی. ولی خب به هر روی چه فراری چه کشته فیزیکی، این در واقع مرگ قدرت هست دیگه. مرگ قدرت یعنی ورق قدرت از زیر دستشون اومده بیرون و به این واسطه هست که این خلأ وجود داره. ما آریاییان باید استفاده بکنیم و با خشم ورجاون مشت گره کرده شمشیر ساسانی رو از نیام بر بکشیم، فریاد جاوید شاه سر بدیم، پرچم‌های شور خورشید تاجدار به دست بگیریم، درفش کاویانی به دست بگیریم، قدم هامون رو استوار کنیم، بیاین کف خیابون با فریاد جاوید شاه مملکتمون رو پس از 1400 سال پس بگیریم. این شانس و این درگاه تاریخی که پادشاه هم بهش اشاره کرده، این یک بخت تاریخیه که برای ما آریاییان به وجود اومده، برای ما پادشاهی خواهان و ایرانگرایان به وجود اومده. ما باید بزنیم زیر این میز، بازی رو از دست اینا در بیاریم و ما میتوانیم دوستان، ما میتوانیم این کار رو بکنیم. همیهنان ما میتوانیم این کار رو بکنیم. کافیست که بیایم کف خیابون از این خلایی که به وجود اومده بهره ببریم، با فریاد جاوید شاه، با پرچم‌های شیر خورشید تاجدار، با درفش کاویانی، با مشت گره کرده، با خشم برجاون، با شمشیر ساسانی در دست، هر کی اومد جلومون بزنیم و وسط دو نیز بهش بکنیم.
هر کی بخواد سد راهمون قرار بگیره حذف و نیست و نابودش بکنیم. ما میتونیم این کارو بکنیم و بایست این کارو بکنیم. ما بایست کشورمون رو امروز ما میتونیم کشورمون رو پس از 1400 سال به اهورامزدای ایران زمین، به تمام ایزدان ایران شهر سوگند، به ایزد آناهیت سوگند، به ایزد مهر سوگند، به ایزد بهرام ایزد جنگ و جنگاوری سوگند که ما میتونیم کشورمون رو پس بگیریم. پس از 1400 سال با فریاد جاوید شاه باید بریم کف خیابون ها. امروز مافیای جهانی هیچ غلط بیشتر و اضافه تری نمیتونه بکنه، چون دقیقاً ما در اون خلای قدرت قرار دادیم. در این خلای قدرت کسی که بیاد کف خیابون فریادش و استفار مشتش رو گره بکنه، خشمش رو برجوان کنه، بازی رو برده. پس ما پادشاهی خواهان، ما ایرانگرایان بایستی جامعه رو بکشونیم به این سو و هرچه سریعتر باید این اتفاق بیفته. هم میتونیم، هم توانش رو داریم، هم پهلوانانش رو در درون و برون مرز داریم. فقط باید این فریاد رو بکنیم، فریاد غالب، بازی رو از دست این رسانه‌های بی پدر مادر در بیاریم. منتها فراموش نکنید ما باید این مردم رو تشویق کنیم که بیان جاوید شاه بگه. ما فقط با جاوید شاه بازی رو میتونیم ببریم. دوستان فراموش نکنید با مرگ بر این و مرگ بر اون و با این مموش بازی ها ما نمیتونیم. ما فقط با جاوید شاه، هر جا که هستید بنویسین، مردم رو تشویق کنید، بیاید بیرون، پرچم‌های شیر خورشید داشت، درفش کبیانی، فریاد جاوید شاه، خشم برجاون بکوبید تو سر این مادر قبا، بزنید مثل موش برن توی زمین، آتششون بزنید، دیارشون بزنید توی همون خیابون ها. پاکسازی، پورژ، دپورژ. ما کشورمون رو پس از 1400 سال باید پس بگیریم و میگیریم و میتوانیم. این کاریه که ما در این بزنگاه تاریخی باید انجام بدیم. این دوستان یک بخت تاریخیه. این بخت و اهورامزدای ایران جلوی پای ما گذاشته. تمام ایزدان ایران شهر پشت و پناه ماست. کافیه فقط باور کنیم، به خودمون باور داشته باشیم و قدم برداریم. کافیه به خودمون باور داشته باشیم، همت کنیم، غیرت کنیم و انجام بدیم. انقدر بنویسیم، انقدر به فریاد بزنیم، انقدر بخوایم که اون جو غالب به وجود بیاد و جامعه رو اون جو غالب ما میکشونیم به اون جایی که میبایست. و اون جایگاه تاریخی و تمدنی ما هستش برای بازپسگیری ایران پس از 1400. باشد که این صدا شنیده بشه، باشد که جوانمردان و شیربانوان به خشم و غرش بیان، باشد که ما از فردا فریادهای جاوید شاه رو در سرتاسر ایران بشنویم. تشویق کنی که شبها بیان روی پشتمون ها جاوید شاه بگن. امروز دیگه اون بسیجی الدنگ و اون آدم فروش محل و اینها هیچ گوهی نیستن. پشت همه اینها خالی شده. این همون خلای قدرت است. ما نباید بگذاریم مملکت به پوسندازی برسه، بیفته دست این توله های سروس مادر قبا و توله های حجاریان و تحکیم فهدد و فائزه و کوفت و زهرمار. ما پادشاهی خواهان باید این بازی رو ببریم و میتوانیم. این اون سخن اصلی بود که من دوست داشتم با هم میهنانم در میون بگذارم. باشه که راهگشای پیروزی مبارزات ما باشه. امروز دیگه وقت عمل، هرچه میبایست دیگه گفته شده، چیزی دیگه برای گفتن. امروز بعد از این داده ها، از این تجربه ها بهره ببرید. یک جا ما بعد از این تجربه ها بهره ببرید دیگه. چرا همش باید تجربه کنیم؟ یک جا ما باید جلوی نیرنگ و فریب و دام رو ببندیم. همش که نباید در دام این اون بیفتیم که. ما بازی رو باید هدایت بکنیم، ما خط اصلی رو باید بکشیم و الان اون زمان هست. اون هنگامه تاریخی همین هنگام هست، همین الان، همین لحظه است. پاینده ایران جاوید شاه.